به نام خدا و هر ادب خدمت دوستای عزیز. خوش آمدید به اولین ویدیوی کاملا ابتدایی در مورد ترید. دوستای عزیز، قابل ذکر است که این ویدیو مختص کسایی است که کاملا تازه در این عرصه قدم گذاشتن و یا میخوان تازه قدم بگذارند در این عرصه. ما در این ویدیو معلومات کاملا ابتدایی ولی بسیار حساسی را در مورد ترید و اینکه چگونه مردم از این بازار مالی پول به دست میارند به صورت بسیار فشرده و به صورت بسیار حساسی، و اون معلوماتی که واقعا نیاز است و ما باید او را پیش از اینکه ترید شروع بکنیم اونا را باید بفهمیم. در این ویدیو تشریح داده شده است. دوستان عزیز، در آخر ویدیو هم یک مقدار حقایقی در مورد ترید، یک مقدار حقایق تلخی که باید همه کسایی که قرار است ترید را شروع بکنن و ترید میکنن باید در مورد ترید بفهمن. در آخر ویدیو ذکر شده است، پس لطفا ما را تا آخر ویدیو همراهی بکنید. دوستان عزیز، در ابتدا باید بفهمیم که ترید چی است. به صورت بسیار حساسی و به مفهوم بسیار ساده و اصطلاح بسیار ساده، ترید خرید و فروش گودز و سرویسز یا همو کالاها و خدمات میگن. منظور و هدف از خرید و فروش همین کالاها و خدمات چی است؟ منظور ما این است که ما یک جنس را، یک کالا را و یا یک خدمات را در نرخ پایان بخریم و در نرخ بالاتر بفروشیم تا از او یک مقدار مفاد را حاصل بکنیم. اینی موضوع ترید است. این چی در بازارهای آنلاین باشه، چی در بازارهای فیزیکی و واقعی باشه، منظور از ترید اینمی است که ما یک چیزی را، یک جنسی را در قیمت پایانتر بخریم و در قیمت بالاتر بفروشیم تا از او یک مقدار سودی را حاصل بکنیم. به طور مثال ما اینجا در این ویدیو بسیار کوتاه اینجا یک گرافی را داریم که این گراف نرخ یک کوین یا یک دیجیتال کرنسی به نام دیکرید نشان میده که در هر نقطه زمانی نرخ اینمی کوین را بر ما و شما نشان میده. به طور مثال در این نقطه که فعلا هستیم ما میبینیم که نرخ اینمی کوین 27 و 30 پول خرید و فروش میشه. ما نظر به تحلیلی که میکنیم از بازار، نظر به تحلیلی که باز در مورد تحلیل ها که ما چگونه تحلیل خواد کردیم، تحلیل ما بر اساس چه خواد بود در ویدیوهای بعدی و در سلاید در امی ویدیو هم به صورت بسیار شده در موردش گپ خواد زدیم. ما تحلیل ما به طور مثال ای است که شاید قیمت اینمی کوین در ظرف 2 یا 3 دقیقه آینده بالا خواهد رفت. پس چی میکنیم؟ در همین نرخ 27 و 30 پول میگیریم اینمی کوین را خریداری میکنیم. در 27 و 30 خریداری کردیم و منتظر میمونیم که نرخ بالا میرود یا پایان میرود. اگر پیش بینی ما و شما غلط بود که نرخ پایان رفت، ما و شما در ضرر خواهیم رفت. ولی اگر پیش بینی ما و همون تحلیل ما درست برآمد و قیمت به طرف بالا رفت، ما و شما به طرف سود خواهیم رفت. میبینیم که نرخ چه خواهد شد. میبینیم دوستای عزیز آیسته آیسته نرخ بالا رفته رئیس و ما و شما در سود هستید. و بالاخره به یک نقطه میرسیم که یعنی قناعت میکنیم که نرخ بالا رفت و دمی مقدار اگر ما بفروشیم به می فایده ای میگیریم قناعت میکنیم. به طور مثال اینجا ما و شما در 27 و 30 خریداری کردیم. بالاخره تصمیم ما دایی است که در 27 و 40 پس اینمی کوین را که خریداری کردیم بفروشیم. اگر در 27 و 30 خریده باشیم و در 27 و 40 فروخته باشیم، به این معناست که ما و شما به مقدار 0.7 سنت در هر کوینی که خریداری کرده هستیم ما و شما مفاد به دست میاریم.
پس در نتیجه اگر ما به طور مثال به مقدار $100 سرمایه گذاری کرده بودیم روی نمی کوین و $100 اینمی کوین دیگرید می خریدیم و در هر کوین که $0.17 $0.17 سنت فایده کردیم، مجموع فایده ما و شما در ظرف 2 یا 3 دقیقه 17 چی چیز نرخ را تو بالا میکنه. موضوع اول موضوع عرضه و تقاضا است. موضوع عرضه و تقاضا دوستایی که اقتصاد خواندگی هستند بیشتر میفهمند. هر جنسی که عرضه از او نسبت به تقاضا بیشتر باشه قیمت از او پایین میآید و هر قدر تقاضا نسبت به عرضه بیشتر باشه نرخ جنس بالا میرود. اساسی ترین موضوع و اصلی ترین موضوع سپلای و دیمند است که نرخ جنس را تو بالا میسازد. موضوع دوم اخبار است دوستای عزیز. اخبار جهانی هستند، اخبار بسیار مهم است که روی نرخ اجناس تاثیر میگذارد. موضوع سوم امو اخبار و یا حادثات اقتصادی جهان است. موضوع چهارم تصامیم حکومت ها هستند و موضوع آخرم امو ترس و طمع است. به طور مثال اگر نرخ طلا را ما شما در نظر بگیریم، هر قدر اوضاع جهان بارانی تر شود و خبرهای منفی بشنویم، ترس مردم بیشتر میشه و اعتمادشان روی کرنسی ها، پول ها کمتر و روی طلا مثلا بیشتر میشه. از این خاطر نرخ طلا چی میشه؟ بالا میره، بالا رفتن میگیره. و در اینجا چی نقش داره؟ همون موضوع ترس و طمع. ما بر اساس چی تصمیم میگیریم که یک موضوع را بخریم بفروشیم؟ تحلیل ما بر اساس چی است؟ ما و شما دوستای عزیز در کل دو موضوع است. بر اساس دو موضوع ما تحلیل های خود میسازیم و تصامیم خود میگیریم. موضوع اول فاندامنتال انالیزیس است و موضوع دوم تکنیکال انالیزیس است. فاندامنتال انالیزیس موضوعی است که در سلاید قبلی براتون گفتم، امو اخبار است، این امو موضوع سپلای دیمند است، موضوع طمع و ترس است، موضوع تصامیم حکومت ها هست و یگان اخبارهای اقتصادی است. ولی موضوع بسیار مهمتر از او که زیاد فوکس ما و شما سر از او خواهد بود در ویدیوهای آینده انشاءالله، موضوع تکنیکال انالیزیس است. تکنیکال انالیزیس روی چارت صورت میگیره، روی گرافی که در ویدیو براتون نشان دادم. ما و شما امو سابقه اینمو اگر طلا است، اگر نقره است، اگر بیت کوین است، ما سابقه قیمت از او در روزهای قبلی، در هفته‌های قبلی و در زمانهای قبلی از او را ما سابقه از او را میخونیم و نظر به از او تصامیم خود میگیریم و این را تکنیکال انالیزیس میگن. چند نوع مارکت ما در بازارهای آنلاین داریم و در چند نوع مارکت ما و شما ترید کرده میتونیم. این بسیار یک موضوع مهم است و هر کسی که در بازار ترید میه اولین تصمیمی که میگیره این است که من در کدام بازار و در کدام مارکت من باید ترید بکنم. هر مارکت، هر بازار مشخصات خودش داره. هر کس امو نظر به سلیقه و استعداد خودش در بازار متفاوت میتونه ترید آغاز بکنه. ولی یک موضوع بسیار اساسی دیگر را که میخوایم یادآوری بکنم این است که دوستای عزیز وقتی که ما و شما ترید را شروع میکنیم میتونیم ولی نباید بکنیم این کاره که ما و شما همزمان در چندین مارکت ترید بکنیم. چرا؟ فوکس ما و شما از بین میره. همیشه معمول است تریدرهای بسیار مشهور جهان، تریدرهای بسیار موفق جهان، همیشه معمول همی است که همیشه فوکس و توجهشان روی یک مارکت است. یک مارکت را ترید میکنند، یک مارکت را توجه خود سر از او به خرج میتن
و همو را تحلیل و درست میخوانند و تمام انرژی خود روی این یک مارکت به خرج میدن. ما و شما دوستای عزیز مارکت های متفاوت داریم. 4 مارکت بسیار مشهور که عموما سرمایه گذارها و انوسترها و تریدرها در او ترید میکنند. استاک است، فورکس است که توجه بیشتر ما و شما در ویدیوهای آینده انشالله سر مارکت فورکس خواهد بود. مارکت کریپتوکرنسی ها است یا همین دیجیتال کرنسی ها است و مارکت فیوچرز است. در سلاید های بعدی انشالله تفاوت های از اینا را هر کدام میشه میبینیم. مارکت استاک دوستای عزیز، در استاک ما و شما روی سهام کمپانی های بزرگ معامله خرید و فروش انجام میدیم. با این معنی که در مارکت استاک وقتی که ما یک چیزی رو میخریم در واقع ما آنر اینمو سهمی را که خریداری کرده مالک و یا آنر واقعی از اون میشیم. کمپانی های متفاوت است، مثلا کمپانی اپل است، تسلا است، نیویدیا است، آمازون است و صدها تای دیگه که یک ویژگی که باید در مورد مارکت های استاک شما در ذهنتون داشته باشه این است که وقتی که سهمی را که میخریم ما واقعا آنر یا مالک اینمو سهم میشه که اینی ویژگی باز در مارکت های دیگر این ویژگی را نداره. و ای که از اونا چگونه است میریم در سلاید های بعدی میبینیم انشاءالله. مارکت فورکس قسمی که قبلا هم گفتم بیشتر توجه ما و شما سر مارکت فورکس است. مارکتی است که دوستای عزیز فورکس مخفف فورین اکسچنج یا همو اکسچنج ها یا همو کرنسی های خارجی بازاری است که در اینجا خرید و فروش کرنسی های کشورهای جهانی صورت میگیرد. به طور مثال یورو در مقابل یو اس دی، ما شما یورو را میخریم با دلار و یا جی بی پی در مقابل دلار و یا جی پی وای یو اس دی، یا مثلا طلا هم میتونه در اینجا به عنوان یک پیر با دلار معامله شود. و همچنان اندکس های مثل دو جونز، اس ان پی و پیرهای دیگه. دوستای عزیز فورکس تقریبا میتوان گفت که بزرگترین مارکت مالی جهان است که در 2026 روزانه تقریبا 9.6 تریلیون دلار در این بازار رد و بدل میشه. یعنی مارکت کپ فورکس 9.6 تریلیون دلار است که نسبت به بازارهای دیگر بسیار زیاد است. این بازار دوستای عزیز 24 ساعت در 5 روز، تقریبا 24 ساعت نیست، تقریبا 24 ساعت در 5 روز باز است و روزهای شنبه و یک شنبه این بازار بسته است. بازار بعدی بازار دیجیتال کرنسی ها یا کریپتو مارکت است که در اینجا خرید فروش و یا معاملات روی ارزهای دیجیتال صورت میگیره مثل بیت کوین، ایتریوم و هزارها کوین های دیگه که تقریبا تا همین لحظه که ما و شما همین ویدیو را ریکارد میکنیم حدود 17,000 الی 18,000 کوین اکتیو فعلا در بازار داریم و خرید فروش از این کوین ها در صرافی های آنلاین جهانی در مارکت کریپتو صورت میگیره. این بازار یکی از خوبی هایش است که 24 ساعت در 7 روز هفته این باز است. ولی از ریسک های این مارکتی است که بسیار زیاد پرشتاب است، بسیار ولتایل است، یعنی بسیار بسرعت قیمت یک دمی بالا میره، یک دمی بسیار بسرعت پایان میره و ریسک هزی بسیار زیاد است. ترامپ یک خبر میگذارد تو یک
کوین خریداری کرده است، یک خبر منفی میگذاره، یک دفعه میبینی که این کوین حدود 70 یا 80% کوین قیمتش پایان میه و ریسک و ریسک ترید کردن در این بازار بسیار زیاد است. و مارکت آخر مارکت فیوچرز است که فیوچرز یک مقدار ترید کردن از این پیچیده تر است. در اینجا ما و شما در حقیقت نه سهم میخریم، نه خود جنس میخریم، نه خود امو گودز یا سرویسز میخریم، بلکه کانترکت خرید و فروش از اون میخریم یا مفروشیم. در اینجا بیشتر ترید سر مثلا هندکس ها صورت میگیره، مثل نزدک، دو جونز، S&P، و یا روی کامودیتیز ها مثل طلا و نقره و آیل. شاید سوال در ذهن دوستا خطور بکنه که کدامشان بهتر است و کدامشان ما شروع بکنیم. دوستای عزیز، قسمی که قبلا هم در این ویدیو گفتم، هر کدام خوبی های خود داره، هر کدام نواقص خود داره و این میتونه نظر به سلیقه ما و شما، نظر به استعداد ما و شما، نظر به مو ذهنیت ما و شما متفاوت باشه. هر کدام خوبی های و خرابی های خود داره. به طور مثال استاک یک مقدار سلوتر پیش میره، مفاد کمتر میده، ولی استیبل است. ولی کریپتو زود فایده میده و زود هم باز نقص میده و بسیار ریسکی است. قسمی که گفتم با یک خبر ترامپ میتونه که مثلا نرخ بیت کوین که کلانترینشان است حدود 20%، 30% در 5 دقیقه و 10 دقیقه بریزه. فیوچرز یک مقدار پیشرفته تر است ترید کردن روی ازی، ولی فورکس قسمی که گفتم یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است، لیکویدیتی و فلکسیبیلیتی خوب داره و ترید کردن هم در ساده تر و آسان تر است. یک مقدار مثلا نسبت به فیوچرز ریسک پایین تر داره و خوبی های دیگه شی است که در افغانستان مثلا نسبت به فیوچرز، نسبت به استاک، در افغانستان یک مقدار ترید کردن از لحاظ تولز و امو اکویپمنت امو بروکرزا و این گپا برای ما و شما یک ذره سهولت های بیشتر داره. دوستای عزیز، حقایق تلخی که گفتیم در شروع ویدیو در مورد تریدینگ چی است و این موضوعی است که ما شاید نسبت به استادای دیگه‌ای که در مثلا در دوره هایشان، در ویدیوهایشان برای وطندارای عزیز و برای همه تازه‌کارا وعده میتن، من شاید یک مقدار متفاوت‌تر بگویم. دوستای عزیز، بعضی ویدیوها، بعضی وعده ها، بعضی دوره های بعضی استادا رو میبینیم که میگن شما میتونین با یک موبایل از خانه و با یک موبایلی که به اینترنت وصل باشه به صورت بسیار ساده و آسان با ترید پولدار شوید. از نظر من این کاملا غلط و تقریبا غیر ممکن است. چرا دوستای عزیز، ما در تریدینگ اولین انتظاری که باید از وجود خود دور بکنیم زود پولدار شدن از طریق ترید است. ترید یک هنری است که هر کسی که سر فایده آمدگی است حداقل از 2 سال الی 5 سال الی 7 سال زمان برده تا تانسته بازار درست بخونه، تا تانسته برای خود یک استراتژی درست، تا تانسته برای خود یک اصول منظم سر خود تطبیق بکنه تا سر فایده آمده باشه. یک موضوع دوم دوستای عزیز، ما در ترید با بانک ها، با اینستیتیوشن ها و با سرمایه‌دار هایی که بسیار غول‌پیکر و تقریبا نهنگای بازار هستند ما و شما طرف هستیم و ما و شما از دانی از اونا، ما و شما یک مقدار پیسه قرار است که ما و شما بگیریم و این کار با یک موبایل و با یک اینترنت بدون از اینکه ما اصول منظم داشته باشیم، استراتژی منظم داشته باشیم
و استعداد درست و معلومات درست داشته باشیم ممکن نیست. ترید چون بسیار سخت است، چون بسیار پایبندی و حصول و استعداد کار داره، حتی خیلی ها گیمبلینگ یا قمار میگن. چرا؟ وقتی که تازه شوق ها میاین و برای خود یک اصول منظم، یک استراتژی منظم اختیار نمیکنن، معلومات کافی و درست نمیگیرن، میان با پولای گزاف وارد از این معاملات میشن، وارد از این بازار میشن، پولای بسیار هنگفتی را متاسفانه از دست میدن و بالاخره نامشان میمونن گیمبلینگ. گیمبلینگ نیست دوستای عزیز، یک اسکل است، یک مهارت است، یک هنر است، یک استعداد است و هر استعدادی را که ما و شما، حتی یک نجاری را که نجاری است، مثلا ما قرار است نجار شویم، باید حداقل 3 سال 4 سال شاگردی بکنیم تا یک نجار خوب شویم. ولی تریدی که ما و شما در یک بازار جهانی، در یک بازاری که روزانه به طور مثال در فورکس 9 چند تریلیون دلار رد و بدل میشه و ما قرار است از او پول به دست بیاریم، نباید استعدادش داشته باشیم، استعدادش کسب بکنیم، مهارتش کسب بکنیم. اما قسمی که گفتم takes time to learn، وقت میگیره، زمان میبره. در اونایی که برای شما وعده میدن در 5 ماه، در 6 ماه، در 1 ماه، 2 ماه، در 10 روز، 15 روز شما سر فایده میین دوستای عزیز، امکان نداره. وقت میگیره، زمان میبره، تعهد کار داره. شاید بارها ناامید شوین، شاید بارها پول از دست بدین، ولی پایبندی و تعهد کار داره تا یاد بگیریم. ولی ایره براتون وعده میتون، زیاد کسایی هستند و ما شاهد بسیاری از اشخاصی هستیم که اینمی زمان خرج کردگیستند، اینمو تعهد و همو پایبندی را داشتگیستند و حال صفرهای اکاونت از آنها تقریبا به 5 6 و 7 صفر رسیدگیست در پلوی یکی که از دست چپش واقع است. و در آخر قسمی که همون شعار امی چینل ما است، آخرین گفتنی من اینمی است که profit follows only discipline. تنها چیزی که نیاز داره تریدینگ دوستای عزیز، در پالی از اینکه مهارت و مثلا معلومات داشته باشیم، مهمترین و حساسی ترین شاخصه در تریدینگ دوستای عزیز دیسپلین است. دیسپلین داشتن، احساسات خود کنترل کردن، ترس و طمع خود کنترل کردن خیلی 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 مهم است که روی از این موضوعات انشاءالله در ویدیوهای بعدی گپ خواهیم زد. دوستان عزیز، در ویدیوهای بعدی ما شما بیشتر با جزئیات سر فورکس گپ خواهیم زد، سر بازار فورکس تمام جزئیات انشاءالله. بعدی که چطور یک اکانت دیمو ما شما کریت بکنیم، اما تولز ها و اکویپمنت هایی که نیاز است ما ترید را شروع بکنیم، سری از این موضوعات در ویدیوهای بعدی انشاءالله گپ خواهیم زد. یک مقدار جزئیات تکنیکی تر، مثلا لیورج سایز و لات سایز و پیپس و این موضوعات و همون قسم انشاءالله پیش خواهیم رفت. تشکر زیاد از حوصله‌مندیتان دوستای عزیز. لایک و سابسکرایب یادتان نره، لطفاً با لایک و سابسکرایبتان ما را حمایت بکنین و سوالاتتان در کامنت حتما بنویسین. تشکر دوستای عزیز.